ببینید سوال تسک 2 کتاب 13 گفته که some people say history is one of the most important school subjects. یعنی که از درس‌های خیلی مهم مدرسه چیه؟ تاریخه. خب بعد گفته other people، مردم دیگه think in today's world، تو دنیای الان subjects like science and technology are more important than history. ببینید سوال خیلی سوال ساده ایه. گفته یه گروهی میگن تاریخ مهمترین درس مدرسه است، یه گروهی میگن نه ساینس و تکنولوژی مهمتر از در واقع تاریخن. خب این دو تا دیدگاه متفاوته. این نوع سوال تو آزمایش خیلی رایجن. خب گفته discuss both views. این دستوره. دو تا دیدگاه باید تو دو تا پاراگراف متفاوت بحث بشن و نظر خودتون رو باید حتما بدید. در دستورم گفته give reasons for your answers، یعنی برای پاسخهای خودتون دلیل بیارین. and include any relevant examples، یعنی هر مثال مربوطه هم اینجا هست و بیارین در واقع ارائه بدین از نالج خودتون یا تجربه خودتون. خب من میخوام برم آخر کتاب. یک نمونه خود کتاب همیشه مینویسه تو کتاب کمبریج. خب میخوام ببینم اون نمونه که اینجا نوشته چی بوده، نمره چند گرفته و حالا چرا اون نمره رو گرفته. خب ببینین کتاب تست 3 این یک. خب این نمونه‌ای که نوشته شده در پاسخ به این سوال نمره 6 گرفته. خب نمره 6 رو گرفته. میخوام با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم یک نمره 6 که نوشته میشه چجوری مینویسه که 6 میگیره، که این در واقع معمای رایتینگ آیس برای خیلیتون حل میشه اینجا. ببینین این نمونه رو اگه بخونین شما متوجه میشین که این چیزی که اینجا نوشته شده با اون چیزی که شما تو کتابا و تو نمونه‌ای که تو سایت‌های مختلف می‌بینید خیلی فرق داره. خب سوال ببین طرف چقدر ساده نوشته. یعنی تو این قسمت دقت بکنید الان از اینجا تا اینجا اصلا چیزی شبیه به اینتروداکشن نیست. یعنی ما معمولا یاد گرفتیم که اینتروداکشن ها رو در 2-3 خط بنویسیم. خب ولی طرف خیلی طولانی نوشته. یا مثلا پاراگراف بندی شاید نگاه بکنید شبیه پاراگراف بندی نیست که شما تو نمونه‌های خوب می‌بینید، ولی طرف 6 گرفته. چرا؟ خب حالا بریم اون چرایشو با هم دیگه بررسی کنیم. گفته in my opinion I think every subject is important for us. نظرش همون ابتدا گفته، در صورتی هیچ کدوم از ماها و شماها هیچ وقت ما نظرمون در همون ابتدا نمیگیم. ولی خب این طرف چرا 6 گرفته با این همه؟ در صورتی که تو آزمایش اونایی خیلی خیلی حرفه‌ای می‌نویسن 6.5 میگیرن، گاهن خیلی کارشون درست باشه 7 میگیرن. یعنی اختلاف این رایتینگ با اون رایتینگ باید در حد یه نمره باشه. حالا بهتون میگم چرا. گفته we have to learn everything through our past, present and future. اگه دقت بکنین طرف درسته مثلا خیلی ساده نوشته، قوانین رایتینگ نوشتن رو بلد نبوده، ولی مثلا از نظر گرامری خیلی بلده، از نظر لغوی هم خیلی خوبه. نگاه کنید we have to learn everything through از طریق our past, present and future. Some people say that history is one of the most important school subjects. خب نقطه بعد میذاشته نذاشته. It is true but it has to go along with. نگاه کنید it has to go along with ساختار خیلی قشنگی به کار برده. یعنی گفته باید همراه باشه با today's world، یعنی باید به دنیای امروزه بیاد. Which is science and technology. ببینید این جمله از نظر شما شاید جمله خیلی عجیبی نباشه ولی جمله خیلی خوبی نوشته اینجا. خب How can we move without our history? The people behind us, the ancient people، مردم مثلا گذشته قدیمی باستانی، is the most powerful people who pushes us. نگاه کنید push us forward. میبینین یه جورایی اینا که همیشه میگن تو رایتینگ نباید اصطلاحات به کار بره، نباید نمیدونم بگفت یعنی فرمال غیر فرمال نباید باشه، میبینید طرف توش استفاده کرده و نمره‌اش هم کم نشده. این یک کج فهمیه. ما میتونیم تو رایتینگ خودتون از اصطلاحاتی استفاده کنید با شرط اینکه چیز نباشه، اسلنگ نباشه. ایدیومز میتونید استفاده کنید و ما ایدیومز رسمی هم داریم. خب بعد گفته که اینجا they بوده why افتاده. they taught us how to fire a light, how to find food, how to live. حالا مثلا این lives اسکفته اشتباهه with other and animals, how to survive and others. حالا این قسمت جالب نبوده ولی خب به طور کلی ویل بازم نمره 6 رو بهشون داده. Of course we wouldn't know that without them. جمله خیلی کوتاه میکس از جمله ساده مرکب. Science and technology are important too. اینا مهم هستن. گفته they gave us a chance to move forward. نگاه کن they gave us a chance to move forward نشون میده که این شخصی که رایتینگ رو نوشته
شاید اصلا کلاس رایتینگ نرفته، شاید اصلا استادی نداشته که بهش یاد بده، شاید اصلا کتاب نخونده، ولی دایره لغاتش خیلی خوبه. گفته without science and technology we're just a normally human beings. گفته we spend our daily life with no useful. حالا اشتباه شده اینجا خب، ولی مفهوم رسونده میشه. Without them we have no light, we have no food, we have no comfortable stuff and things. All people can survive. اشتباه شده اینجا. Without these things human creates lots of inventions to give an unlimited wants of people based on limited government. خب ببینید همینطوری این رایتینگ رو بررسی می‌کنیم. مثلا گفته may I give one example of development of science and technology، یعنی اجازه هست میتونم یک مثالی براتون بزنم. اصلا ما تو رایتینگ چنین چیزایی رو، یعنی طرف انگار هیچ اصول از رایتینگ بلد نیست ولی 6 گرفت. اینم خود کمبریج بهش نمره داده، نمونه نوشته شده است. چون واضحه که این طرف از نظر کمیونیکیشن بلده، اوکی هست، ولی خب بلد نیست آیلتس، نمیدونه پاراگراف بندی یعنی چی، به خود سوال خوب پرداخته. خب گفته که حالا شما همینطوری بررسی کنین تا صفحه بعدم که اگه برین قشنگ متوجه میشین که مثلا این طرفی که این رایتینگ رو نوشته از نظر زبانی سطحش خوب بوده، خیلی نچرال هم نوشته، هیچ چیزی هم حفظ نکرده، هر چی هم نوشته مال خودش بوده و این همون رمز موفقیتشه. این حتی اون این کنکلوژنی که شما همیشه میبینین و تو نوشته ها میبینین، مثلا شما چیزی اینجا نمیبینین ولی طرف بازم 6 گرفته. میخوام بهتون بگم دنبال نچرال نوشتن باشین بیشتر تا اینکه بیاین نمونه ها رو مثلا بیاین حفظ کنین، بیاین حتم بیشتر دنبال کالوکیشن باشین، بیشتر دنبال لغات درست باشین، بیشتر دنبال کلمات بجا باشین. بیشتر هم باز کالوکیشن خیلی مهمه تا اینکه بیاین شما دنبال مثلا گرامر خوب، کالوکیشن خوب، تا اینکه بیاین به زور بیاین یک گرامری اونجا جا بدین تو رایتینگتون، به زور بیاین اونجا یک لغتی که اصلا به سطح شما نمیاد و جا بدین وسط. این خیلی بده. بنابراین اینو بهتون نشون دادم ببینین که برای نمره 6 تو رایتینگ لازم نیست دیگه اونقدر خودتون اذیت کنید، فقط کافی از نظر لغوی اوکی باشین. خیلی از بچهای ایرانی اینطوری نیستن ها. مثلا نگاه کنین، مثلا میگم گفته to give a bright chance، خیلی از بچه ایرانی اصلا این چیزا رو نمیدونن. خب این باعث میشه نمرهشون بیاد پایین دیگه. میخوام بهتون بگم که کلا تمرکزتون رو دایره لغات خوب، رو گرامر خوب باشه، رو کالوکیشن خیلی خوب باشه، رو اصطلاحات خیلی خوب باشه، تا اینکه بیاین فقط نمونه رایتینگ ها رو بیاین حفظ کنین و فکر بکنین که اینجا که شما نمیشین on the one hand on the other hand حالا اینجا بهتون نمره خیلی خوب میدن. اینجوری نیست واقعا.